سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز رفتوس نکن. بهترین موضوع درباره سیاستمدار من میخواهم که همین با مردم مظلوم توجیک رسونم که سیاستمدار باید کی باشد. سیاستمدار همون شخص است که باید تمام مشکلی مردمش رو بر دوش گیرد، یعنی تمام همون عذابی که از مردم توجیک دارند این رو باید با کلا گیرد. یعنی فهمیدید؟ انام آدم سیاستمدار است. انام آدم در حقیقت سیاستمدار شمرده می شود. بعد باید ما چخیل به تاجیکستان برگردیم. درست با کدام راه ها؟ بله آواز میاد؟ هست، صدایتون هست. من برای اینکه شما تا آخر گوش کنیم جیم ایستاده ایم خیر. نبودین فهمو. برادر. باید به وطن برگردیم. اما سیاستمدار باید پیدا شود و مردم رو دعوت کند که در حقیقت باید برگشتن در کار، این ظالما رو یک بره کردن در کار. این خیلی سیاستمدار تا امروز متاسفانه من نشنیدم و ندیدم. فقط 10 سال شد ما میبرویم گپ میزنیم. ظالمی که بر ضد مخالفاش هست و آدم گپ خوب رو نمیفهمد. اکی شفقت جان و خودش اعلان کردگی است که من به خون آمدم، به خون میروم. باید سیاستمدار این را با دیگر دولت ها فهماند که همین آدم میخواهد که با ما جنگ کند بر ضد مخالفای خود. باید این اجازه را همون سیاستمدار گیرد، مردم رو دعوت کند، سرجم شویم، یک راه باز کنیم، رویم این ظالما رو یک بره کنیم. دیگر آنها با گفتن اگر همین گپ آب کرده از سر امام علی رحمان ورزید، اون مرده گپ رو نفهمه، برای اینکه وای سیاستمدار نیست و یک آدمی جاهل است، یک آدمی گویم حیوان است که امروز مردمش در زیر ظلم روس‌های و دیگرها قرار دارند، حتی برآمده پشتیبانی نمیکنند. امروز تمام دولت ها میبرویند میگویند که مهاجرای تاجیک 2 میلیارد 3 میلیارد دلار روان کردن، همه این را نشر میکند. حکومت تاجیکستان این را قبول ندارد و در نظر نمیگیرد. به همین خاطر با امام علی رحمانوف خودش گفتگی است، از زبان خودش مردم شنیدگن که من به خون آمدم به خون میروم. باید این مردک با زور سلاح یک بره شود، خیلی که بشار اسد یک بره شد. برادر شفقت جان، بعد سیاستمدارای ما میگن که مشکلی ما مبلغ است، مشکلی ما همه کمبودی، همه مبلغ، همه چیزی که جمع کرده می شود از همه آسانترین همه مبلغ است. برای چی؟ برای اون که سیاستمدارای ما هیچ وعده ندادن این ملت با که ما فردا آزاد کنیم شما رو، همین پیشروی ها رو، همین بهبودی ها رو میکنیم. گفته این مردم عموما این سیاستمداران با مردم یگان وعده ندادن، من نشونیدم. همه خریز باز وقت از اون که خیلی که عمر علی قوتوف الله رحمت مغفرت کند وعده کرده بودن، مردم در حقیقت اون آدم رو پشتیبانی کردن. این ملت مبلغ رو پیدا میکند. همون سیاستمدار باید پیدا شود، مبلغ پیدا میشود. اگر همون سیاستمدار باید همین کار رو برای به گردن گیرد، مبلغ رو من جمع میکنم در دست همه آدم میتیم برای تاجیکستان رو آزاد کردن. این باید 100% کفالت دادن کار، وعده کردن کار که باید ما همین مبلغی که مردم تاجیک برای ما کمک میکنن به همین راه های آزاد کردن این مردم مظلوم تاجیک استفاده بره. اگر در طول 6 ماه همون چیزی که ما میخوایم خریم دوباره 3 باره اگر همون مبلغ جمع نشود، توف دارد محمد تقایف گوید. من همه قدر گپ داشتم. سیاستمدارای ما باید کالای کار فرمایند،
یک جای شوند دعوت کنند. دعوت این خیلی گپ کتی خیلی خوش شده گپ زدن کتی رحمان هیچ جا نمیرود. هم مادر و خواهر تاجیک رو به ایفت کرد. 4 میلیون تاجیک رو قصدن در بدر و خاکبستر کرده است. و پیشش و پیشرویش فقط کنجنبانی و رقص و بازی و جوان مردای در بدر کردن و آبروی مادر و خواهر ما رو ریزاندن تا این جوان ها به وطن بر نگردن. ما پیروز نمیشویم. اول سیاستمدار باید مردم دعوت کنه به وطن برگردن. بعد انشالله رحمان ما پیروز میشویم. این ظالما از بین به امر الله میروند. من همه قدر گپ داشتم اکای شفقت. سلامت باشید برادر عزیز، تشکر زیاد. موضوع ما چی بود؟ دیانت و سیاست بود، یعنی چگونه دیانت داشته باشیم و چگونه سیاست داشته باشیم بود. بسیار بسیار خوب گپ زدید. من فقط یک سوال دارم به شما، وابسته به همین موضوعی برآمد کردگیتون. فرض کردیم انا حالا شما درباره عمر علی قوتو گپ زدید. عمر علی قوتو وقتی به سر سیاست آمدگیش خیلی شخصی دارو بود، خیلی برای سیاست مبلغ کلان صرف کرده است. نه مبلغ کم کرده است، بلکه از خودش مبلغ کلان صرف کرده است. من میدونم. بله. و سوال من به شما این است که فرض کردیم عمر علی قوتو نیو یا اینکه محیدین کبیری نه یا یک نفر رئیس حزب مثال گیم امروزه مثال گیم دلشاد شریف نیو همین حاضر محمد تقویزاده رهبری تمام مخالفان سیاسی است، چیکار میکنه؟ من دعوت میکنم که گوش کنید. همین بالا به سر مبلغ فهمیدید؟ ما مبلغ جمع کنیم. ما همون چیزی در کره دیگر دولت ها چرا قبض میتونستیم با دیگر کشورها؟ وقت از اونه که من سوال میتونم برادر محیدین کبیریه، اون کس میگوین که ما یک دولت کوچک هستیم، ما رو هیچ کس یعنی اعتراف نمیکنه، همه میرن همون ما سرکوب میکنن دیگر دولت ها. چرا وقت از اونه که سیاستمدار گپ زند تمام مشکلی های فهماند دیگر دولت ها، چرا ما سرکوب میکردیم؟ هرگز ما سرکوب نمیکنم. باید سیاستمدار فهمونه دیگر دولت ها بگیم مبلغ یافتن در کار یا این جامعه بین المللی باور کنندن در کار که ما رفته امام علی رحمان فر زنیم شما خوش نشویتون گفته به این باور کنندن در کار کدامش کردن در کار؟ اینا هر دوش رو کردن در کار. وقت از اون که عملای باوری کننده مبلغ خودش پیدا میشود. بله. به نظر شما حاضر همین جامعه بین المللی به این باور رسیدگیان که مثلا گریم واقعا امام علی رحمان فر با راه نظامی زدن در کار؟ من اینقدر باور ندارم. به نظر گرفتنی همه این مناسبت های اقتصادی دونسته باشد که تاجیکستان همین دوی منبع درآمد دارد، هر دوش هم منبع درآمدش هم از خارج از داخل نه. یکیش مهاجران 4.5 شما 2 میلیارد 3 میلیارد گفته 4.5 میلیارد شدگی است. یکیش همین کمک‌های کشورها و البته هم همین کشورها کمک کرده شدن. این مضمون این دارد که حالی متقاعد شدگی نیستن که امام علی رحمان فر با راه نظامی رفته زدن در کار. نه من فهمیدم. وقت از اونه که مثال میبریم برادر محیدین کبیری هم میشناسد. گوش کنید. جامعه بین المللی کی کند مثلا رفتن در کار زدن در کار و گفت شما اول جامعه بین الملل متقاعد کردن در کار که دخالت نکنن. بله دخالت نکنن. شما از کجاش وارد میشید مثلا همین کاره؟ یعنی از کجای کدام دولت به ما وارد میشه؟ از کجای همین کار وارد میشید؟ اول مبلغ جمع میکنید، جامعه بین المللی اول متقاعد میکنید یا که همین رفته زدن در کار باشد رفته زدن سر میکنید؟ مثلا گریم از کجای کار وارد میشید؟ مثلا گریم همین مسئولیت به دوش شما فرماد. باید اول سیاستمدار دعوت کند که بین کار ما به شکست داخل نشود. فهمیدید؟ تمام رسانه ها نشر کنند. خصوص همین برادر محیدین کبیریه همین نیمی جهان میشناسد.
هم مردک اگر خواهد کو همین کار میشود. فهمیده؟ تمام مید رسانه ها با برامده گپ میتونن سبحان الله نخواهم فهمونده نتونن که ما دیگر این خیلی صبر نداریم که ما هم خیلی گردیم مردمی ما هم خیلی حال و گرفتار شده گرفتن. همون فکت و دلیل ها را باید همون بین الملل و بردن نشون داد که نه حال مردمی ما این مردک میگوید ما همتون رو نیست میکنیم، من با شما میخوام جنگ کنم، همین اجازت گیریم، مبلغ همه چیز پیدا میشود، میرویم انشالله با همسایه کشورها گپ میزنیم، کاتیشون جنگ میکنیم، مردم ما آگاه میکنیم که کشته نشوند کسی که در تاجیکستان باشه. بسیار خوب برادر عزیز، من از اون خرسند هستم که همین مثل شما برادرای دلسوز واقعا دلسوز هست. نگاه کنید برادر عزیز، حالا زمان منفعت ها شده است، از حقوق انسان، از چی های آزادی های انسان دیده منفعت ها بالا می شده است. حالا شما تصور کنید که نو بس از اونه که مثلا گریم کشورها مثلا فرض کردیم اتحادیه اروپا به این باور رسیدگی هستند که واقعا حکومت امام علی رحمان ظالم است یا که مثال بگیم غیر دموکراتی است. اقلا در سطح دولت ها نباشد هم در سطح سازمان های همین کارشناسی اکسپرتی مثلا به این خلاصه را اومده رسیدگیان برادر عزیز، به انمی خلاصه آورده رسانیدن این خیلی مهنت صرف شدگی نشانش است. یعنی برای این خیلی مهنت شدگی است. بدون مهنت هم تو دست انمی خیلی کرده شینی یگون سازمان به گپ تو گوش نمیکند یا یگون کشور به گپ تو گوش نمیکند. در همین اروپا 10,000 نفر آدم هست که به گپ من جدی دقت دهید برادر عزیز، در همین اروپا 10,000 آدم هست که به هر یک کشور حکومت تاجیکستان طلب دارد که وای جنایتکار است و من ده و جایش ترمه است زندان است. اروپا نداده شده است. به خاطر چی؟ به خاطر آن که کار تو جای اومده رسیدگی است که اینها رو متقاعد کردن شدگی است که اینها این خیل آدم نیستند و حکومت تاجیکستان ظالم است. چیزهای شما طلب‌هایی که شما کردید استادش بر اومده گذشته رفته جای به اومده رسیدگی است که برادر عزیز این گپ‌هایی که شما گفتید گفته شدگی است و شخصایی که گفته شدگی تمام کردگی هستند با حجت بر اومده گفتن که ما استادهای آخرین این گپ اومده رسیدیم الکی چی‌های مبارزه های که با راه مشروع شود به تاجیکستان هجوم کرد، ما این راه ها رو جستجو کرده شدیم. این مضمونش چی است برادر عزیز؟ مضمونش همین است که سند حقوقی بین المللی، سند سازمان ملل متحد، به فکرم استاد کبیری ماده 51 گفتن یا ماده 52 گفتن ملتی که با راه آسایشته برآمده علنی گفتن کبیری، یادتون هست ظاهر جان؟ برآمده علنی گفتن که طبقی همه ماده 51 ملتی که با راه آسایشته یک ظالم از بین بردن نمیتوند او حق دارد سلاح به دست بگیرد. این هم شنیده بودم برادر موجود کبیری گفته بودن. بله این گپ مثلا گریم این گپ در اتحاد اروپا استاده گفتن دو تا بشارت دارد، هم بشارت به مردم خودمون هم بشارت به یعنی به حکومت های میزبان. فهمیده شده برادر عزیز؟ این هم تو گپ آسمانی نه، این گپ گفته شدگی است. چیزایی که شما طلب کرده اید گفته شدگی است، لیکن از این گفته ها بالاتر منفعت های کشورها می ایستد. اتحاد اروپا در تاجیکستان منفعت های دارد که شاید با ما کسی نمیتواند. برای چی؟ برای که امام علی رحمان یک خوبی دارد که یگان کشور دموکراتی انمی خوبی رحمانوف کرده نمیتواند به دیگر کشورها. چه خوبی؟ استابیل نیست. کشور ما برابر به تاجیکستان رفتن همه کشورهای بسیار چیز ساده لوحانه اندیشه نکنیم. ما برابر به تاجیکستان رفته در آمدن به وعده های می رویم،
با چند وعده ها میره وارد تاجیکستان بشه. اینه به نظر گرفتم اونه یکم به مردم آزادی میدهیم، یک یعنی به مردم آزادی میدیم که بیملال جدی ما گپ زند، یعنی حقش طلب کند، از حقوق آزادی های خودش دفاع کند، جای کار طلب کند. مثلا گریم دیگه من مهاجرت نمیرم سبد استعمالی مرا پر کن گوید، به مردم ما این حق میتیم برابر رفتن ما. همه حکومت های دنیا که با تاجیکستان هم با امام رحمان همکاری کرده شده است این رو خوب نقض میدوند. وقتی که این حالت هست دیگه وقتی که شما مجبور میشید که برابری یک درجه معین اهمیتون به جامعه مثلا به کشورهای دیگره، منفعت های کشورهای دیگره نادیده بگیرید و منفعت های مردمتونه با اهمیت دید، به منفعت های مردمتون بیشتر اهمیت دید و منفعت هایی که با کشورهای دیگر هست در تاجیکستان اونها یک کمتر سطحش پایین فروده. کسایی که در تاجیکستان منفعت دارن این چیز نمیخوان برادر. من میدونم و در تاجیکستان مثلا گریم اگر کشور دموکراتی در تاجیکستان کشور دموکراتی باشد یک چیز طلبات شود از کشورهای خارج، مثلا گریم فرض کردیم با روسیه مناسبت کرده ایستاده است، اگر کشور دموکراتی باشد این گپ پارلمان میپرتوید، پارلمان یک قسمش اپوزیسیون زید، یک قسم دیگریش بی‌طرف، یک قسم دیگریش طرفدار، همین خیلی حالت. اما مثلا گریم رسم میرد هم تو هیچ کسی نمیرد. پوتین رحمانوف تلفن میکرد همین کار حل کنه، میگفت رحمانوف میگفت که حل نه. یا اینکه مثلا گریم کشور استرالیا مثلا گریم یگون دو گرفت داره به تاجیکستان، هیچ کس هیچ جا نمیرود، یگون پارلمان هیچ حل نمیکنه. رحمانوف میگفت که همین کار حل کردن نکن، بیا همین خیلی دو گرفت من فلان چیزا به تو میدهم، تو فلان چیزا به من میدهی، خیلی است خوب است تمام خودش حل میکنه، یک تا خودش که حل میشد کار. یگون حکومت پیش یگون کس نمیرد. همین در به دست آوردن منفعت به کشورها این آسان‌تر است یا با کشور دموکراتیکی مثال گریم روی به پرزیدنت شکایت بزنی، پرزیدنت گفت که این کار من حل نمیکنم، اول دپوتات ها حل میکنن، اول این دیده برآمده شود، اول مردم راضی کنن، همه این چیزها وقتی که هست یعنی کار میمونه فقط خودمون به هیچ پشت پناه نیست، مردم خودش هست، کار میمونه خودمون به الله داریم خودمون داریم. و در همین حالت بیدگیمون ما همه چیزه به همین نیروی ذهنی و نیروی جسمی خودمون به الله تکیه کرده، به الله توکل کرده، به همین نیروی جسمی به نیروی همین ذهنی خودمون تکیه کرده. امروز به جای یکدیگر خورد کردن اقلا در سطح همین بودگیش داشته یکدیگره، همین بعضی از همون چی ها است که در همون حالت هایی که ما رو یکدیگر خورد کنی رو علنگش رو پلو میبردارد اقلا و پایین فروورده، اقلا نسبت یکدیگر گپ نقض زدن یاد گرفتن ما در کار است. اولین درجه مبارزه، همین زینه اولین مبارزه اقلا همین به یکدیگر سلام علیک خوب گپ خوب گفتن یاد گرفتن ما در کار. یعنی همین پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که اولا ادل علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، اولین چیزی که به شما دلالت کنم که اگر همین کار رو کنید یکدیگر رو دوست می‌دارید. صحابه میگن چی باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و آله میگن افشوا السلام بینکم، اقلا همین سلام علیک آشکار ما بین ما باشد، اقلا افشوا السلام بینکم، شما بین خودتون سلام علیک درست کنید. میگم پیامبر صلی الله علیه و آله یک دیگرتون دوست می‌دارید، اقلا ما سلام علیک ما بین ما درست شده نیست در کار است، با جای تویمان کردن سلام علیک درست کردن در کار است. درست قبول گفت. من سلام دوستان بفرمایید برادر قبول که شرکت جان. ما همین گپم زدم ان شاء الله باز شاید دیگر کسا زنده باشه. تشکر زیاد برادر محمد.